حاضر شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید، یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختر عزیزم همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا میکند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای عائلمان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید. در اصل از شما چطور عذر پرسیدنم را نمیدونم. به سر شما بلا شدم. حتما راهی حل این کارو میابم. نه هیچ گپ نیست. دامولازیا لبای خواطر نشوید. این کار این خیلی دوام نخواهد کرد. یگان بلا کردم من راه حلش رو میابم. در اصل باور دارم که شما حل این کار رو میابید. من شما و آقای اکرم رو غمگین کردن نمیخواهم، اما این بازی دور در روز دوام کردن نمیتوانم. با اجازت. زهرا چی شد؟ دامولازیا از فکرش گشته است مگر دامادی ساخته شدن رو دوام میدهد؟ دوام نمیدهد. به دوستانش چه خیلی فهموندنش رو نمیدونست است. عزیزم تو هم کمی مجبورش میکردی؟ چی کار میکردم سیلین؟ در پیش پایش میافتیدم؟ قبول نمیکند آخر. به این هم برایش نگاه کردن نمیتوانم. تنها تشکر گفتم و تمام. زهرا جان باید یگان کار کرده دامولا را راضی کردن در کار. نمیبینی کار جدی است عزیزم. اوف میبینم سیلین، میبینم. شوکت. هی شوکت، سرم رو ویران کردن. ای برادر این چی گپ از خودش؟ هر روز یک کار چی شد آخر؟ به این همه لباسا هم در همین جاست. تو که به من مثل مهمان رفتار میکنی ها؟ چخیل مهمان شوکت، چخیل مهمان ها؟ 1 سال میشود در این جایی. بس است، این خانه مادرت نیست. شد برادرم، اگر خواهی باز من رو بیرون رفته در کوچه زندگی میکنم. یا خدایا. کیلاس جان یگو مشکلی داری؟ بله شوکت، من مشکلی دارم، مشکلی کلان دارم شوکت. او برای آن رد کرد که از دوستانش شرم می‌دارد. زندگی و از زندگی ما تماما فرق میکند. این رو بفهم زهرا جان. اگر مردم تو رو با این حال در بری او بینند غیبت میکنند. بعد اینکی اگر تو خودت رو با اون موافق سازی مسئله با همین حل می شود. یعنی چه خیلی؟ نفهمیدم. اینش رو به من گذار، من حل میکنم.
ببین این دختر با ازدواج ساخته حتی راضی نمیشد، حالا باشد زاره کرده از پسم میدود. ای برادر تو شوخی به شوخی همه ای کار رو حل کردی کو؟ چخیل حل کردم شوکت، چخیل. عقل تو به نمیگیرد. اون دختر ما رو مانند بازیچه استفاده برده ایستاده است. اکنون شوخی به شوخی تو داماد شده به قصد میروی برادرم. تو چی ها میگویی شوکت؟ من شناسنامه‌ام رو درست کرده میگویدم تو باشی داماد میگویی. توی دختر رو پرتوفته میروی، تو اون دختر رو پرتوفته نمیتوانی. سفسطه نگوی، کمی سر و نل از قفایم است. از دیگر طرف کنعان دیوانه، من مگر در اینجا میمانم؟ تو چی ها میگویی؟ من خودی پگاه نیست میشوم، نیست. چغتای خوش آمدی. ملیس خبر را به چغتای رسوندم بابا جان. خوب چغتای زهرا را خانه دار میکنم. از این بعد همکار و دوستت صاحب شوهر می شود. آقای اکرم لبایی خوراکشام تیار است. بسیار خوب. ولی بچه ها همتان مرحمت کنید به خوراکشام. دامولا رو هم دعوت کن. مرحمت. زورو بیا یک صحبت میکردیم. زورو این چی گپ است؟ من نفهمیدم چغتای که تو ایده چی میپرسی؟ همه میگوین که تو با دامولو خونه دار میشوی. این چی گپ است زورو؟ در اصل سفسطه میگویی چغتای. با که خونه دار شدن من به تو چی دخل دارد؟ ها؟ برای همین به اینجا آمدی؟ زورو با دامولو خونه دار شوی به تو نمیزیبد. فهمون با من. برای چی فهمونم چغتای؟ چی من برای فهمانیدن تو کوشش دارم؟ اما من تو رو دوست میدارم. در اصل سخنهای تو رو شنیده نمیخواهم. نمیفهمی؟ نه نمیفهمم. دیوانه شدی مگر؟ این دامولاچه کیست؟ تو چیکار کرده ایستادی؟ آن دامولایی را که تو اینقدر پس میزنی از تو 1000 بال بالاتر است. فهمیدی؟ چقدر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو اینجا برای آدم ها رو ناراحت کردن آمده ای؟ نه، آن دامولای مشهور رو دیدن آمدم. او کی از چخیل آدم است، دل زهرا را چخیل یافته است، این را فهمیدنی آمدم. بسیار خوب، آرزوهایتان در حال عملی شدند. انا آن کس آمدند. مرحمت تو رو ببینید. رفتم خواب کنم که در نماز بامداد خستنم در کار. من شما را گسیل میکنم. هیچ لازم نیست زهرا جان. مهمان رو تنها نگذارد که گناه است. بار دیگر شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. آفرین زورو. دیدی به چشم دامولو چه زیبا افتادی؟ بسیار هم زیبا افتادم. عینی حال خودم را از همه آدم درویه ترین دنیا حس میکنم سلی.
رویت رو تروش نکن. من میدونم که این خلکورو به تو پسند نمیآیند، اما چیکار کنیم برای قانع کردن دامولازی ها چیزهای پسندیده‌اش رو کردن میگیریم. جایی تو خودت رو کی فکر میکنی ها؟ سلام، تو کی هستی؟ دو آدم را زده خودت رو قهرمانیست کردی. به شرف آدمان را زده زهرا را از من گرفتن خواستی ها؟ همان حادثه رو تو تشکیل کرده بودی ها؟ و مثل فیلم هندو آدم های خودت رو از پای افتاندن در نزد زهرا قهرمان شدن خواستی ها؟ تو هم فرصت رو انتظار بودی ها؟ مرا گوش کن، اگر یک بار دیگر تو رو در نزد زهرا بینم با ایمانم قسم نماز جنازت رو خودم میخوانم. مرا فهمیدی؟ تو چه خیلی دومولو هستی؟ حیاتت سوخت در دهان. آقای کودک دیوانگی نکن. تو با کی سر و کار گرفتنت رو حالا نمیدانی. سرم رو ویران کرد. در همونجا زده سرش رو معیب میکردم، لیکن استغفرالله گفتم. ای خدایا، خوب رفتن او رو بین. شوکت، شوکت، گویا که در حیات من تو نمی رسیدی و با آمدنت حیاتم پر شد. این مرد خیلی خراس میکشد. ای خدا، این آدم خیلی این آواز رو میبرد، گوشم رو کار کرد. ای بچه، تو انسان هستی؟ از خوک هم گذراندی. شوکت، برادرم، توبه. زهرا، تو رو میفهمم و از اینجا باید روم. ماندن نمیتوانم. اگر برای من رو دوست داشتنت کمتر امید می داشتم، شاید می ایستادم. کجاست این دامولای بینماز؟ این دامولای بینماز در کجاست؟ جناحی ما را نگیر، ما جزای او را میدهیم. باید جزای او را ما بگیریم. رفتیم استادم را هم ندهیم، شاید بیمار شده. در همین جا دامولای بینماز کنی شما چیکار میکنید؟ بچه شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ من با تو میگم. گناهکار نیستم. کل از گوره. تو اگر نگویی دامولای بینماز در کجاست، ما تو را رها نمیکنیم. شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ تماما به نمازی بامداد نمیآید. در کجاست او؟ در بالا. او در اونجا بودست. کنی اما کسی رفتیم. بختیار این آواز از کجاست؟ اینها کیستند؟ مردم محل جمع شده دامولا را میگویند.
انا او در کجا بوده است؟ در اینجا بوده است تو چی خیلی دنبال هستی؟ رو با نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد برو احمق میکنی که ها؟ تو دامولایی ساخته هستی؟ از جای نه استاد مگر اینها راست میگوید؟ خطا نفهمید، این همش تهمت است. خیلی تهمت؟ این آدم رو من میشناسم. این همان دزد مشهور کلتکلس است. حالا پلیس هم می آید. با شما چی شد؟ بابا جان خود مردمی محله چی میگوید؟ یک طرف ایسته یک طرف. کلتکلس، من از تو انتقامم رو میگیرم، تو رو به محبس میبرم. بدم افتاده. تو رو یافتم کلتکلس. میبینیم که تو این دفعه با کدام جهنم میگریزی. پران نه بسرش پران نپران. زهرا دخترم با تو چی شد؟ کپتان خدا رو شکر همه این خوب بوده است. صبح بخیر داملو. صبح بخیر. مانند خوابی بد همه جا رو آب پاشیده ایستاده است. بعضا در بیرون خواب کردن رو دوست می‌دارم. سحر بر وقت خستم مشق میکنم، در بیرون خواب کنم خوابای خوب میبینم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. رحمت دخترم خوب هستی؟ خوبم، من رفته ایستادم. میلش دخترم. یگان چیز میخواستید؟ نه دخترم، رحمتی کلام. میلش؟ با دقت باش دخترم. مانده نباشید بابا جان. میلش دخترم، درسایت رو نقص خوند. یا خدایا، به ورزش کوهبرایی هم سر و کار داشته است ها؟ سر و کار گرفتن یک طرف همکی. کتابش رو نوشته است. کتابش رو. چی نوشته است؟ کتابش رو. در کجا؟ هنگامی به کوه برآمدنش در کوه می نویسد، هنگامی فرامدن در خانه. یا خدا یا خدا. شوکت! چی شد؟ مهمانتان رو میجوید؟ شما او رو ندیدید؟ البته که دیدم داملا، در نزد آقای اکرم است. رحمت امک بختیار. سوپرمن در نزد او هیچ است. چی خیل؟ انا میخیل. امریکایی ها با یک سوپرمنشان چنان میفخرند که سرشان به آسمان رسیده است. سوپر داملوی ما از سوپرمن آنها زودتر میداد. شوکت! صبح بخیر، صبح بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر. تشکر، شما خوب هستید؟ شکر خدا. ما با شوکت درباره شما صحبت داشتیم. نقلش هیچ تمام نمی شود. تمام نمی شود. او لقیدن رو سر کنه دیگر هیچ خاموش نمیستد. انشاءالله که سرتان رو به درد نآورد. استغفرالله. در حق شما بسیار هم چیزهای خوب گفته ایستاده بود. بفرمایید درایید. مرحمت بعد مرحمت بعد از شما می‌داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ما هم با شوکت بای درباره شوهر شوندت صحبت داشتیم. از که ما داماد شونده شدی کلاس؟ مرحمت. زورا جان نان رو گرفته به زمین افتاد. ای به زمین نان افتیده است. برای زهرا یک توی پرحشمت خواهم کرد. یگان چیز را برای او دریغ نخواهم داشت.
اما دختری عزیزم، تو یک چند وقت کار را پرتا و تنها برای توی تیاری بی. این روزهای خورسندی تو می باشند. سیلین دخترم، تو هم به کار نرو. در کارهای دوگانت یاردم ده و او را تنها نگذار. مایلش بابا جون. با اجازت شما میخیزیم. من رفته طهارت کنم. اجازت از شما. مرحمت. به همتون اشتهایتون روز بخیر. شوکت جان. ها رفتیم برادر جان. مایل شما میرویم. باز بگاه میرویم. برادر، من به تو دو سوال دارم. چی سوال بوده است؟ سوال یکمش به این دختر خانه‌دار میشوی؟ دویمش یا نمیشوی؟ چه خیل خانه‌دار شوی؟ برای زیرمه شدن این دختر من این کار را کردم. رفتیم. یا خدایا. زهرا جان، قسم دویمی نقشه همون. آیا نقشه تو فایده می دهد؟ این چی گپ خودش زهرا جان؟ همه نقشه های من تا امروز عملی شدن. تو هم به من باور نمی کنی؟ در درونی اینها چی است؟ سلین؟ لبای عزیزم، روی مال رو این تر بسته به دامولا زیانیشان می دهی؟ اوف زهرا، با گردن بندهای مکتبی مونند شد. اینطور نه. اما این خیل در سرت میپرتویی. همین خیل؟ چه خیل است؟ بسیار زیبا. با من میزیبد؟ البته جانم. ببین اینجا دیگر رنگهایش هم هست. انا اینش به تو خیلی میزیبد. میزیبد. سلام داملا زیا. با من نزیبی؟ زیبید، اما اینش رو پوشیده به آینه نگاه کن. خب؟ اینش زیبید؟ و خدا بسیار زیبا شدی. اینش رو بینیم؟ کندیوی رو برو در آینه. وقتی این خیل میبندی بسیار زیبا میشوی. این هیچ خیل آدم است. اگر پسر من میبود با خدا رحاق میکردم. سوال باید از سرت مومد. دامولو من نزدیک شما اومده ایستاده بودم. بخیر از دخترم سیوال. دامولو با من یک تومور نویسید. تومور؟ بله دامولو، از نمیک چی طور خلاص شدنم رو نمیدونم، برای همین به نزدیک شما اومدم. آچه این سیوالی من است. که بعد تو را میکشم من. تست کن زهرا. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مسئولیت کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین، فهمیدم. سیوال جان. دامولو دیگر چاره ندارم. دامولو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر. درد شما چیز خانم با؟ دامولا با ما آبی قیترمه میدید؟ آبی قیترمه؟ بله دامولا. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. کاش که رفته در مدرسه تحصیل میکردم. روبین همه دخترها رو با خودش جلب کرد. من این شیطان را به جهنم میفرستم. اولی شده من به اینجا اومدم. دامولا کاری من رو بود میکرد، همین طور نه؟ تومورهای دامولا به همه میرسد. التماس قوقا نبردارید. خانمان بهوده قوقا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتان بخیر. شیطان چه ها با ازدواج ساخته دیدن که راضی نشدم، برای راضی شدن روی مال پوشیده آمدن. دستم شکست. تو خوب است؟ تو بیاری تاجری زنگ زن. تمام که زنگ میزنم، اما گفتم از پس غیبت نکنید که او اولیو از خدا میزند.
زورا چرا منو دوانده ایستاده ای؟ او بی قیتر ما گفته آورده مرا در پیش همه شرمنده کردی. حاضر او از پس ما خندیده ایستاده است. عزیزم کور از طرفی خوبش بین؟ طرف خوبش کدوم بوده است عزیز؟ خیر دیدی که دومولو تمور نویس نبوده است. باز تمور نویس نبوده است میگه. ایستو تو فلورم بلند است، تو باشی مرا میدوانی. یک باری دیگر فایده اش کرده است، یگون مشکلی نیست. همش با کوشش های شما دکتر. تشکر زیاد. یک دقیقه. این برای تو، اینش برای تو. رحمت اپا جان. لازم نبود دکتر جان، بین هم شما با ما خدمتی زیاد کرده. این طور نگوید، این وظیفه من است. برای کودکای محله تحفه گرفتم و نصیب کودکان شما بودند. ما چخیل این خدمت‌های شما رو برمیگردیم. لطفاً. تشکر زیاد. من کلاشم دکتر میشم. چخیل نقص. سلامت باشید. تشکر. مرحمت. رفتیم. خدا بالون‌های موتورسیکلت رو چیکار کند؟ خانم خوب هستید؟ اگر شما رو میزد میمردید. به تو ما چیکار میکردید؟ زحمت نکشید، من خودم میپردازم. نه هیچ گپ نداره. با فکر مرا نفهمیدید شما. کاری خودتون رو دوام دهید. مالش من هم برای دیدن تو بر اومدم دخترم. دومولو خوب هستی؟ خوبم تشکر. انشاءالله که سلامت هستی. خوبم. موتورسیکل با سرعت گذشت و قریب که دکتر را زیر میکرد. خلطه های دکتر رسیدند و من یاری رساندم. تشکری زیاد به شما. خوب هستی دخترم؟ با تو چیزی نشد؟ دومولو وقت می داشتید با شما یک پیاله چای دم میکردم، با شیرینی میخوردید بعد میرفتید. نه رحمت، من در حال رفتنم در میلش دومولو. خیر خوش باشید. روزتون بخیر. دخترم دومولو زیار نسبت ما همیشه نیکی میکنند، اما تو رو دوید پس میزنی. رفتیم. تو خوب هستی دخترم؟ خداوند قبول گرداند. دومولو جان امری معروف میکرده؟ آقای خلیل من کمتر کار دارم. روزی اولی آمدنتون با ما امری معروف کرده، دلهایمون روشن شد. دومولو امری معروف کنید که ما گمراه شده ایستادیم. بله استاد، التماس رد نکنید. حاضر کار دارم آقا، یگان وقت دیگر انشالله. خواهش میکنم استاد، التماس رد نکنید. بخیر مرحمت شدید. بله محترم جماعت، موضوع امروزه ما یعنی موضوع امروزه برای خود یک چند پند و اندرزهای خوب را قید کرده بودند.
حالا برای تو میخوانم. محترم جماعت، این دفتر در حیات من اهمیت کلان دارد. این دفتر به من از استاد عزیزم خاطره مانده است. در مدینه روزی عید رمضان حضرت محمد درود خدا بر او و با آلش کودک‌ها را می‌بیند که بازی دارند و ناگهان کودکی را می‌بیند که در بین کودک‌ها با چشمان گریان آنجا اشک می‌ریزاند و پیامبر از آن کودک می‌پرسد: پسرم، کنی به من بگو چرا گریه داری؟ کودک جواب داد: هر کسی پدر و مادر دارد، اما من پدر و مادر ندارم، یتیم هستم. و آن زمان پیامبر عزیزمان سر کودک را سیله کرده گفت: پسرم، میخوای که من پدرت، عایشه مادرت، فاطمه اپت و علی عمکت شود؟ کودک به چشمان پیامبرمون با تبسم نگاه کرده جواب داد: من شما را میشناسم ای رسول خدا، چه خیل به این راضی نشوم. و تا آخران نفس پیامبر درود خدا بر او و به آلش آن کودک یتیم از پیامبر جدا نبود. روزی در کوچه هنگام بازی کردن کودک ها با او گفتند: تو همیشه غمگین بودی و خنده نمی کردی، حالا با تو چی شد که اینقدر شادی میکنی؟ کودک گفت: آن وقت ها من یتیم و بیکس بودم و حالا باشد پیامبر پدرم، عایشه مادرم، فاطمه اپم و علی عمکم شدن سببش همین. و کودک ها حسد برده گفتند: کاش که ما هم مثل تو یتیم می بودیم. خانم تولین، باید به این ازدواج مانع شویم. برای همین رو گفتن با من در حال خوردن خواستی. من کودک نیستم، چقدر برای زهرا رو به دست آوردن اینها رو گفته ایستاده میفهمم، اما به من چی فایده؟ خانم تولین، این مسئله تنها مسئله من نیست. چشمانت را کشا. چی کارها کردن این دو ملا رو حالا نمیدانید؟ چی یعنی؟
تو پیش هم دامولا رو میشناختی؟ وقتش بیاید این رو هم میفهمونم. اما حاضر تنها این رو دانید که آن حادثه زهرا از دست رازنها نجات یافته بود کو؟ بله. آنها آدمانی دامولا بودند، یعنی برای زهرا را به دست آوردن این نقشه را او کشید. من با چشمانم دیدم. اما لطفاً از این زیادش رو نپرسید. برای فریب کردن زهرا. کی میداند باز چی دروغ گفته است؟ این را خدا میداند. ببین، او بسیار انسانی حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد، آقای اکرم را هم فریب میکند. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یگان وصیت نامه نویسد، او همه را صاحب می شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هجری پایم رو زیر کردی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. هجری قرائت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. آمین آمین. هوش نماز خیلی بود. در حقیقت خوب بود برادر. آیا میدونی از برای تو شده در حیات یکم بار نماز خواندم. برادرم. چی میگویی؟ تو حاضر در حقیقت میروی؟ میروم شوکت، دیگر ایلاج ندارم. برادر من تو رو بسیار یاد میکنم. شوکت من هم تو رو یاد میکنم. من با تو گپی سخت میزنم، دلت رو میشکنم، من رو عصبی میکنی، بعد من مجبور میشوم. خیر، من رفتم. حقت رو حلال کن. حلالت باد. چیکار کردی چنگیز؟ آقای کنون در گرد خانه نو و کهنه شناسنامه دام ساخته. رفتم کلاس رو بیارید با همه چیز چورش. اطاعت سردارم، امرتون رو به جا میبریم. رو. کمیسرم کرده کلاس به سراغ کهنه شناسنامه انیق نمیرود. به اینجا میآید. بیا شرط میکنی که به اینجا میآید. من حس میکنم. خیر، شما دیگر با من در کار نیستید. سردارم
یک چیز دیگر را پرسم با شخصانی که در آینده پلیس شدنیند، مخصوصا با جوانان قابلیتناکی که با مثل من مهارت دارند، چی توصیه میدید؟ لوینت خاموش است. اما سردار من به نزدیکی پلیس میشم. دقتم را پریشان نکن میگویم لوینت. چرا تو رو آوردم؟ مگر این کلتا کیلاس نیست؟ سردارم من نگفتم که کیلاس به اینجا میاد. انا آمد بخدا که آمد. خاموشی است. با تمامی گروه ها به فرمان من یگان حرکت نکنید. فهما؟ همه فهمیده؟ ولی سردارم فهمیده. شام بخیر. تو کی هستی؟ من کلاس هستم. کبوتر مرا اینجا فرستاد. چند مرتبه اینجا آمده بودم. انتظار شوید. سردارم من این عملیات رو شمکه میکنم. انتظار شوید. برادر شناسنامه تیار است؟ ولی خواطر نباشید. چی گپ شد؟ پلیس! گریز! همه این گروه ها حرکت کنه. ای پسر تو دیوانه شدی مگر؟ تو چی کار میکنی؟ بماشیشین! کجا میروی؟ سردارم یک سلفی کنم؟ ما در فکر عملیات و این در فکر سلفی. با تو بعد کم میزنی مبلغ. باز دستم رو محکم کرد. سردارم! یک طرف. سردارم کلتا کلاس همراه آدم‌هایش آمده است. بی‌شرف با آدمانش آمده است ها؟ او را زنده میخوام، فراموش نکنید. الو اکرم، کلتا کلاس همراه آدم‌هایش به اینجا آمده است. چه خیلی آدمان؟ کدام آدمان؟ او را از پایش زخمی نموده. زود گرفته به نزد من بیارید. مایل سردارم اجرا میکنم. ای کلیدی در کجا باشد؟ اینها حاضر کلتا کلاس رو از دست بدین. سردارم! نیستید. زود. پلیس آمد زودتر گریزید از اینجا. پلیس آمد گریزید. اما اگر کمان اینها پلیس بودن، آدمانی کلتا کلاس نبودن. تو خدا جزایتان را دهد. پلیس را از آدمان عادی فرق کردن نمیتوانید. احتیاط کنید یگان پلیس را نپرانید. گروچه ایرا کشیده میتوانی؟ از دوستان یک بیاری پرسی میشوده؟ اگر سردارم به طور ماشینش بار آمدن تو رو بیند، به خدا تو رو زنده نمیمانه جورا. به عقل چی تو؟ پنهان شو. آها پلیس رو تو آوردی؟ نه، فقط لباس پلیس به من نمیرسید. گوش کن، تو شناسنامه رو با خودت آوردی؟ شناسنامه رو آتش زدم برادر. چی؟ عقلت رو خوردی؟ اگر آتش نمیزدم پلیس تو رو میقبید. خدایا توبه. همیشه کاری من برار نمیگیرد. ای برادر شناسنامه با تو چی در کار؟ شناسنامه تو رو هیچ کس نمیشناسد. اکنون چی میشود؟ گوش کن، من باید از اینجا فرار کردنم لازم. 3-4 روز بعد به این سراغ بیا. مایلش خواطر نشو. شناسنامه تو رو حل میکنم. مایلش ماگیر
این پالتو را گرفته پوش. باز از سلفیدن نموری که با من لازم هستی. خدا از تو راضی باشد. میلش من میروم. با پایین فرو گور بچه. گپ رو نمیفهمی تو. سر دارم. کنی بیایید. خیر چیکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. از یک طرف کرتکلاس، از یک طرف گربه. ای دیوانه بیعقل، چیکار کرد ایستاده ای تو؟ چیکار کرد ایستاده ای؟ هی بچه شما در کجا میگردی؟ از پشت تو شده آدم ها رو از دست دادیم. کرتکلاس باشد گریختر رفت. دیوانه بیعقل. قریب گربه چلیکم رو میخورد. شما باشید این گم شبختی گربه. دیوانه به تو سلفی چی لازم احمق؟ بیا خالته بیا. در آینده با من بسیار کمک میکنی. خیلی چیکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. من میبودم کلتکلاس نمیگوری. دمت رو گیر خاموش. سردارم کلتکلاس رو دستگیر کرده نتوانستیم. او فرار کرد. آنها بی عقلی ابله. از پشت تو کلتکلاس را از دست دادم. سردارم من چطور دستگیر کردن او رو میدونم. سردار کدام سردار؟ از کجا سردار؟ برای چه سردار؟ ای دوشو من او رو انیق پیدا میکنم. دمت رو گیر خاموش. این خیلی نمیشه سیلین. کارها دور و دروز نرفته. من باید به بابایم همش رو فهمونم. سفسته نگوی زورو جون. تو مگر بابایت رو کشتنی؟ اپا جون برای تبریک کردن خانه‌دار شویتون فرصت نیافتم. خواهر جونم عذر میپرسم. هیچ گپ ندارد. خواهش میکنم. رحمت. تبریک میکنم مبارک شود. برایتان آب بیارم؟ اگر زحمت نشود یک پیاله آب میآوردی؟ خیلی زحمت اپا جون. همه این کارو جدی خیال کردن. نیستین من همشو با بابایم میفهمونم. بین هم من اگر نگویم داملو بی‌طاقت شده همشو با بابایم میگوید. این قدر جدی میرود ده. زهرو عزیزم یک لحظه ایست. حالا دور سر فکر کنیم. بابا لبای دخترم. بابا جان صحبت کنیم میشود بسیار مهم است. صحبت درباره چی؟ یا اینکه روز نکاح را با دامادم انیق کردی و آن را گفتنی؟ بابا جان من در اصل کدام وقتی که گوید به من موافق است. هیچ خواطر نشوید. با این قرارتان مرا خوشبختترین آدم دنیا گردانیدید. اگر تو را با کرته عروسی بینم آرامانه میمیرم. و با راحت در قبر آرام میخوابم. بابا جان این خیلی نگوید. مرا تنها نگذارید. تنها نمیمانی. تو را به شوهرت می سپارم و شما برای من نبیره زیاد تولد میکنید. اکنون آرام شو. گریه نکن. گپ مهم دارم گفته بودی. وای چی گپ بوده است؟ من مهم گفته بودی کو؟ شما رو چقدر دوست داشتنم رو گفتنی بودم. این را من میدانم دخترم. سلین
بیا دوگانت را گرفته به پایان فرایید. لباس عروسی و شیرینی ها را انتخاب کنید. روید. مایلش بابا جان. رفتیم زورا جان. ایستا. تو خودت شب بخیر. گفتم نتوانستم. زهرا چی گپ شد؟ این چه حال است؟ خوب هستی؟ خوبم، یگان چیز نیست. هیچ گپ نیست، خاطر نشوید. چه خیلی هیچ گپ نیست؟ به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم، از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کالتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف، دستگیرت میکنم به شرف. ای خدایا، بندی پای افزالم کشاده شده است کو. ایستا. دامولا ایستا، به شما احتیاج دارم. دامولا ایستا، به نصیحت شما احتیاج دارم. نروید. اوه، کمی پیش ما را تعقیب میکرد، حالا باشد ما را نمیشناسد. معنی شده است مگر؟ همه‌ش از برای تو. نفهمیدم. هر قدری از پشت کالتکل است میدوم، هیچ او را دستگیر نمیکنم. جناب گوش کنید، چنین نگویید. شما از پس آدم گپ زده ایستادید. آدم را از پسش غیبت نکن که گناه عظیم است. در اینجا در فکر و خیالم همیشه او هست و هر کسی را نظر نکنم او را کالتکل از خیال میکنم. به خدا همه کالتکل است. ببین، به تو هم وقتی نظر میکنم گاه کالتکل است گاه دامولا. شما هم خطا میبینید و هم خطا فکر میکنید محترم. نزد دکتری چشم روید. همسرم مرا ترک کرده گفت که یا من یا کالتکل است. او راست میگوید. کلاس را یک طرف گذار و رو روی همسرت استراحت کن. او الکی من را قبول نمیکند. البته قبول میکند. شما یک بار رفته از روی صدقا منظور پرسید قبول میکند. میبخشد. عشق همه چیز رو میبخشد. برمیگردد. تشکر زیاد بابای ملا. استغفرالله. با آدم گمراه و کسانی که خطا میکنند راه نشان دادن وظیفه ماست جناب. خیر مایلش، من کار دارم، باید در راه روم. شما باشید با این حالتون و پیش همسرتون نروید. رفته خودتون را هوشیار کنید، بعد روید که عیب میشود. مایلش دامولا. خیر، شب خوش. دامولا، شما بسیار هم انسان خوب بودید. میدانم. بگذار گفته شما باشد. دامولا نرو.
بیا رفته یک قهوه نوشیم. بیا. همینش نمیرسید. این رو بینید مرا نمیشناخته است. نه من باید زود روم که نمازم قضا شد. لام استادت 50 تای قهوه می نوشیدیم. اینجا بیا، اینجا بیا. خدایم. برادر جون. شوکت خوب هستی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو به خارجه نرفتی؟ رفتم نتوانستم، بسرم بلا آمد. چی رخ داد برادر؟ بسرم بلای بسیار آمد. بیا رویم از اینجا. چی بلا شد گپ زن؟ شوکت چخیلی که میبینی رفتم نتوانستم و باز تا تیار شدن شناسنامه انتظار شدن در کار. خوب شد، من بسیار خرسند شدم برادر. خدایا تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من باز در اینجا میمانم. باز خوب شد برادر، از فرصت استفاده برده با زهره خانه‌دار میشوی. من تو رو نمیفهمم برادر. تو چرا در چنین وقت گپ‌های بی منطق رو میزنی ها؟ یا خدایا توبه، به نازهای این مرد نگریده. تو این دختر رو دوست نداری مگر؟ یک روی رو یک طرف گذار، این خیلی کاری امر خیر رو تستر کردن لازم. سفسطت نگوی، ازدواج ساخته کجایش کار خیر است ها؟ تو این دختر رو دوست نداری برادر؟ احمد، بلکه شاید با ما معقول است تو هم دیوانه در حال عشق و محبت گفته ایستاده ای. یعنی کمک معقول است، نه کمک معقول است. یعنی اگر او با کسی دیگر خانه‌دار شود تو نمیرنجی؟ چه ها گفته ایستاده ای؟ چخیل خانه‌دار شوی کی با این جرأت میکند؟ در چشمانی که دست رد و برق موج میزند. گپی مرا گیری زودتر خانه‌دار شو، ناز نکن. تو با اون دختر موافق هستی، زودتر توی کن دختر رو. مایلش گوش کن، تمام. خیر دیری بعد شد رو پا گوبا میخوری. با کجا روم؟ چخیل با کجا که خواهی رفتن گیر؟ با کجا روم آخی؟ با کجا روم؟ در این ساعت یگان جای میرفتگی هم هست مگر؟ اما شوکت همیشه یک پرابلم میکنی. عیب است آخر. چه عیب است؟ کاری کرده ای تو عیب است. در این نیمه شب من کجا میروم؟ من جای رفتن ندارم. یک طرف بیست برادری رو فراموش نکن. شوکت درد خودم کم بود که باز تو آمدی. چه گپ؟ در محکم است. مرحمت آقای شوکت، کلیدی خونه‌ات رو گیر، در دست من است. تشکر برادر جان. من از این کلید باید یک تکنم. البته. تا تو نگویی که از این جورا من به هیچ کجا نمیرم برادر جان. سلامت باش. توبه، در حیاتم تو بر این انسان بی شرم و حیا رو ندیده بودم. چغتای تو درباره جمامت خیلی پیشنهاد خوب کردی. برای زهرا این بسیار هم جشن زیبا خواهد شد. این آدم چرا اینجا زود می آید؟ زهرا جان این رو خودت حل کن. من دیگر با چغتای سر کار گرفتن نمیخواهم. زهرا بیا دخترم بیا ببین. چغتای برای تو بسیار هم مراسم زیبا فکر کرده است. به مناسبت 3 سالگی شعبه معماری و همکاریتان چغتای میخواهد به شب نشینی روید. همینطور. زهرا این را همچون یک هدیه خردک قبول کن. خوشبختی ها خواهم. تشکر زیاد آقای چغتای، هم برای گاه ها و هم برای دعوت نامتان. اما متاسفانم من آمده نمیتوانم. معلوم که به توی تیاری میبینم. آمده نمیتوانم، عذر میپرسم. این خیلی نمیشد زهرا. مگر چون این پیشنهاد را رد میکنن؟ بابا جان اشتراک میکنی؟ یگان اعتراض نمیخواهم. ببین او بسیار انسان حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یک وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. قرار خانه‌دار شوی زهرا مرا چقدر خرسند کرد فهمانده نمیتوانم.
و من گویا تمام دنیا را بخشید. ای بابا جونم جونم جانم جانم جانم. خورسندی زهرا را در چهرهش میبینم. بله بسیار خرسندم. چقدر پسرم تو که خانه‌دار میشوی؟ ببین مانند چوچه تنها عمر به سر بردن ناممکن است. در آنجا چی گپ باشه؟ دیوانه بی عقل، دیوانه کله و رم. اگر دختر رو رد کنی و دیگر کس رو میوبد. ای زهرا، با این راه نمیدیم. بغیر از من به هیچ کس خونه دار نمیشوی. زهرا